دادگاه نویه سینای شهر دوشنبه یک فعال شبکه‌های اجتماعی را که پس از اخراج از روسیه بازداشت شده بود با اتهام دعوت به افراطگرایی از طریق اینترنت به 6 سال زندان محکوم کرد. شادروز احرار و 35 ساله که با نام عبدالله در یوتیوب صحیفه داشت، ماه مارس امسال برای نقض قاعده‌های بود و باش از روسیه اخراج شد. پس از 4 روز او را ماموران میلیتسیا در منزل زشتش در دوشنبه بازداشت کردند. او در شبکه‌های اجتماعی مشکل مهاجران را بحث میکرد و سیاست حکومت در این سمت را تنقید مینمود. مقامات دادستانی و دادگاه نویه سینا پرونده شادروز احرارов را شرح ندادند. جانانه تبر و همسر او که معیوب گروه سیم است در صحبت با رادیو آزادی گفت مرافعه دادگاهی شوهرش باز بود ولی ادوکات نداشت. به گفته او دادستانی با عیب دعوت به افراطگرایی از طریق اینترنت به شوهرش 7 سال زندان خواسته بود، ولی دادگاه همسر و کودک معیوب داشتن او را به اینابت گرفته تنها 1 سال از درخواست دادستانی را کم کرد. شادروز در نامه پیش از اخراجش از روسیه از مقامات این کشور خواسته بود که او را به تاجیکستان نفرستند، چون که همچون فعال جامعه شهروندی آنجا بازداشت خواهد شد. جانانه تبر و همسر شادروز میگوید که او یگانه نانآور خانه بود و حالا با 3 کودک خردسالش در خانه والدان با مشکلی روز میگذراند. میخواستم از حکم شوهرم به زینه بالای دادگاه شکایت کنم ولی فکر میکنم که این بیفایده است، گفت او. در چند سال آخر 10 فعال تاجیک از روسیه به تاجیکستان اخراج شدند و اکثر آنها بازداشت و زندانی شدند.